ذات هستی. الان تلویزیون نگاه کردم امریکا سوخته ایستاده، کالیفرنیاش حد الان عاجل الجزیره داده است بستی مباشر. اون تو خدا قدرت داره دشمناش، زیرا که دیروز تمام دنیا در صدا بلند شد که یک قسیسی بدبختی امریکایی، یک پاپ قرآن عظیم الشأن قصد سوختن دارد. خدا این چون تا اون ناسوخته پیشتر اونا رو سوزان. و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. خدا بگه ما اونها رو میترسیم، لیکن اونها رو طغیانشان باز زاید میشود. الحمدلله که او رو خداوند که به این نرسان الان با خبر دادن که از این قصدش گشت است، لیکن خدا انتقامش گرفت. قرآن چی؟ برای چی ما انجیل نمی سوزانیم؟ چون ما بیبلی رو نمی سوزانیم؟ چون ما تورات رو نمی سوزانیم؟ ما مسلمانان در هیچ گوش و کنار عالم قرآن انجیل و تورات ما اونها کتاب ما رو میسن. برای چی؟ برای که اونها دینشان لاحق است، دینشان بی اصل است، بنابر دست به زوری و خشونت آوردیان. خوب اون طرف شک نمیگم. الان همچنان سوخته است در کالیفرنیا که عملیاتاش در هوا معلق موندیان. راست بستی مباشر در پرایموی ترانسلیسیون. این خدا انتقام گو انا من المجرمین منتقمون. خدا میگه من حتما از دشمنانم، از جنایتکارانم انتقام میگیرم. دیر یا زود کلتکی خدا صدا ندارد، بعد از زدن دیگر دوا ندارد. بنابر وقتی که ما قامت خم میکنیم سبحان ربی العظیم میگیم، معناش همین است. پروردگارا این قامتی راستی خدا من فقط در پیشگاهی تو خم میکنم، در پیشگاهی با عظمتی تو من تعظیم میکنم، در پیش هیچ قوه و قدرت، در پیش هیچ سلطنت من قامت مخم نمیکنم. ببینید در کنار یوسف وقتی که در پیش اخلاقتون همه سر سجده میکنن، زمین خم میکنن، یوسف سرش خم نمیکند. دیده پاپی بودخانی خواست که در پادشاه او را گنده کند که آداب حکومتداری را نمیداند، آداب تعظیم پادشاه را نمیداند، که یوسف گفت من قامت خود فقط در پیش همون ذات خم میکنم، تعظیم میکنم که آفریدگار آسمان و زمین است، نه در پیش پادشاه. موحد چی در پای رزی زرش، چی شمشیر هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد زکاس، برین است توحید، بنیاد توحید و بس. اما کسی خدا نداره، پیش هر کس تعظیم میکنه، پیش هر کس سجده میکنه، همه رو برابری خدا مات میکنه. سجده میکنیم، زمین پیشانی ما در بالای زمین میمونیم. شما عزیزان که بیرون دسته پیشانی زیباتان بالای غشت خنک میمونه. سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا. معنیش چی؟ خدایا من این پیشانی زیبایی را فقط برای تو شده، برای تعظیم و بزرگداشتی تو شده به زمین میمونم، در پیش هیچ قدرتی ابر قدرتی اور زمین نمیمونم، خم نمیکنم. خدایا تو چی ذاتی بیعیبو، چی خدای توانای مقتدیری. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنه جاء الى النبی صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله زودنی کلمتا اعش بها. و من یک نصیحت کنه، کوتاه هم باشه، مختصر هم باشه، تا اینکه من این نصیحت شما را دستورالعمل زندگی خود قرار دهم و به این نصیحت شما عمل کنم و سعادت یابم، خوشبختی یابم، هم در این دنیا هم در آخرت. آره عزیزان من، این دنیا اندک میگذرد. چگونه که من بارها گفتم امسال ماه مبارک رمضان هر روز من 2 3 4 جنازه خواندم، فقط یک من. در این جنازه های خواندگی من اکثر جوانا بودن. خدا شما رو نگه دارد. اینی گفتنی من برای آن است که این دنیا اونقدر اعتماد ندارد، جوانیش هم اعتماد ندارد، تن صحتیش هم اعتماد ندارد، شادیش هم اعتماد ندارد.
وقتی که اعتماد ندارد خود دنیا اعتماد ندارد. بنابر رسول اکرم گفتن این جوان از پیغمبر خدا به من یک نصیحت کنه که دستورالعمل زندگی من باشد، همیشه در ذهن من صدا دهد. حضرت چی گفتن؟ استحی من الله کما تستحی رجلا صالحا من قومک لا یفارقک. گفتن جوان خوب، نصیحت من برای تو این است که از خدا همیشه حیا کن و شرم دار، مثل که یک آدم خوب، یک آدم با آبرو، یک آدم کلانزاده که در نزد شما حرمت دارد همراهیتان باشد، در پیش او گناه نمی کنی، در پیش او یک سخنی بیادابانه نمی گویی، همیشه خودت در محضر خدا هم تو تصور کن. ببین این گپ پیغمبر مثل که شما اگر همراه من باشه حتما به خاطر احترام من گناه نمی کنی، به خاطر احترام من عرق پیش من نمی نوشه، به خاطر احترام من پیش من با یگان زنک بیادابانی میکنی، به خاطر حرمتی که دارم در نزد شما. رسول اکرم گفتن همیشه خدا را هم تو تصور کنشم. خوب ببینه این آدم از رسول اکرم مشورت پرسیدن، نصیحت پرسیدن، رسول اکرم براش این تو نصیحت کردن. بنابر نصیحت منم برای شما این است قومای عزیز، جوانای خوب، خداوند سلامتتان داره، همیشه خودتان در محضر خدا دانه، همیشه کوشش کنه از کارهای حرام خودتان نگه داره، جوانای خوش اخلاق شوه، با آداب شوه، در هر کجا که کار میکنه، خواه در خانه شخصی، خواه در کارخانه حکومتی شخصی، با رعایه باشه، با آداب باشه، خیانت نکنه. انشاءالله جوانه که کارگره که خائن نباشه و خودی صاحب خانم دوست بداره، صاحب کارخانم دوست بداره. خصوصا شما در این دیار غربت هسته که اندک کار سبب آزار تا میشد، همیشه خودتان نگه داره بشن، با آداب باشه، خوش اخلاق باشه، قانونهای حکومت رعایه کنه، مردم اینجا اخلاق خوب داشته باشه. خیلی حکومت روسیه حکومت خوب است، خیلی حکومت و سیاست عادلانه است، خصوصا پوتین خداوند هدایتش کند برای آزادی دین خیلی وسیگی ها دادگی است، کشادی ها دادگی است. بنابر همین همیشه از قانونهاشان رعایه کنه بشم. جنایتکاری ده، بد اخلاقی ده، اوباشی ده، میزدگی ده، مثل گیراین کشی، این کارها ده دست نزده بشه، از اینا خودتان نگه داره. انشالله بازم میگم پیغمبر خدا صلوات ربی و سلامه علیه 7 طایفه از بندگان خدا روز قیامت در زیر سایه عرش گفتن. یکی از اونها را حضرت فرمودن و شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در جوانی هم کار دنیا میکنه هم طاعت خدا، در جوانی هم 5 وقت نماز چه میخوانه، هم میره تجارت میکنه، هم دهخانه میکنه، هم کار میکنه. این جوان خدا دوست میداره. بنابراین کار کنه شما از این تو جوانها شوی، جوانهای شوی که افتخار اسلام باشه، افتخاری خاک آوردم موشم بیاره بچم کن، افتخار پدر و مادر باشه بچم. خداوند نگهتان داره، همتان سلامت داره. حضرت سعدی بزرگوار میگه جوان رهی طاعت امروز گیر که فردا نیاید جوانی ز پیر. در امروز در جوانی بازگشتی به خدا کنه، در جوانی خدا تا از معصیت و گناه نگه داره، این در پیشگاه خدا خیلی قبولیت دارد. خصوصا کدامید که در خانهاتان قومای رامید از بالای شما 3 کلین همین هفته آمده نمیدونم فهمیده شکایت رفت دیگه است، شاید ناماش هم گم دمیجه باشه. بچه های خوبه که ایزاتان نمیدیم نکیم همسراتان اونجا نپرتایی. آخونا بیچاره اونها هم آرزو دارن، اونها هم میخوان آغوش گرم شوهر داشته باشن، اونها هم تاجیکی گویم شهوت دارن، میخوان که شهوت جان قطعی اونها آرام کنه شهوت جان. شما میبینید اینجا 5 ماه 5 سال یا تا گو که 8 سال شهر رو نامده است از رامیتای ایوستان
دو تا دیگهش باید چای افرق بود یک کجا بود. بچه های خوش رو آشید جوانمرد باید ناموس داشته باشه. آخر این زن ناموس انسان است. آدم های قدیم برای خاطر زناشان به کشته شدن خوشانو میدادن، اما به ناموسی زناشان نمیخواستن. شما اینجا میبیایه خوب بیایه کار کنه، 6 ماه ایسته، 8 ماه ایسته، 1 سال ایسته، باره با پیش همسراتان 2 ماه 3 ماه ایسته با بیتان. البته اونا از زنگیری شما در اینجا خفه نیستن، بعد زنگیره، اما اونا رو هم رفته ببینیتان در آوای چی میشه شما در اینجا همزن خچاخه کرده خاره او بیچاره شبی درست خونه کی خاره با بنابراین این انصاف هم نیسته. جوانای خوب خدا نگهتان داره. بنابراین من آزارتان نمیدم، من شما دو مهمانم، این قدر محبت و اخلاص کردی شما رو خفه کردن نمیخوام، لیکن با ملایم میگم چم پیغمبر خدا گفتن زن هم بالای شوهر حق دارد. یک حقش همین است که باید همسرش با نفقه تأمین کنه، هم با خورد و خوراک هم با نفقه شب. از همه مهم نفقه شب برای زنها. حالا بزرگان میگن که زن کزپری مرد به رضا برخیزد، پس فتنه و جنگ در آن سرای برخیزد. همین پیش زن دیگه هفته باشی شاید ناجوانش اگر سحری قواقاش گراندگی غرغر کردن میگیره، ستیل دستیل میزن. آخی 6 ماه 7 ماه که نمیره، این 8 سال که نره او بچه با جنگ نمیکنه. بنابراین به ناموس نشه، بچه های خوش رو شوه رویتون 6 ماه که گشت با 2 ماه 3 ماه ایستی با بیایه با روی. انشاءالله خدا که هم عائلاتان خورسند، هم شما خورسند، هم در پیشگاه خدا خجالت نداره. خوب الان خجالت پیشگاه خدا وزبین است. حالا او زن در پیشگاه خدا پگه دعوا میکنی خدای شوهری منو گویی 6 سال منو سراغ نکرد، 2 سال منو سراغ نکرد، من مجبور شدم به زنا رسیدم. وقت چی میگی جواب میتی در پیشش؟ بنابراین بچه های خوش رو همیشه یاد کنی از همسراتان، بیچاره اونا پاسبان خانه هاتانن، پاسبان فرزنداتانن، همه مسئولیت بردوش گرفتن. شما در اینجا گشته هم نفقشان روان کنه، هم حتما 1 سال 2 ماه 3 ماه روی پیشان ایسته با گشته به کاراتان کنه. انشالله خدا شما را هم در عمرتان برکه میتیه، هم این کسب و کاراتان پر برکه میشه، هم خدا که زندگیتان شیرین میشه، هم پیشگاه خدا دو پگه ثواب زیاده میگه. خدا هم بهت نگه داره. اگه اوقات را ورنه خونت میشه چگونه که در آغاز گفتم خداوند همه شما را سلامت دارد و اصلا بگم که ما را به خاطر این مهمان نوازیش و به خاطر این سخاوت پیشگیش و به خاطر این گرسنه ها را سیر کردنش که این هم نشانی ایمانداری است. خداوند اولا پاداش آخرت و ثواب سخاوت پیشگی در جنت نصیبش کنه. ثانیاً در این دنیا خودشو، خاندانشو، فرزنداشو، پسرچه‌هاش از آفتان محفوظ داره. 2 پسرچه زیباش که حفظ قرآن ده مشغول بودن خداوند نصیب گردانه که بلبل قرآن و حافظ قرآن شود و در کسب و کارش برکت عطا فرمایه. و این آشخانه را هم که برای خاطر با لقمه حلال تأمین کردن شما برادران اسلامی آماده کردین، تشکیل نمودین، خداوند برای این نیت خیرش هم ثواب و هم درآمد دنیا این از وجه رزق حلال خدا نصیبش کنه. خوب از جان من میخواهم درباره بچه ها تاکید دارن در باب فضیلت ایمان و احکام ایمان و ارکان ایمان که می صحبت کنه. انشاءالله اینجا بچه ها کدامش که زبان تاجیکی ما رو خوب نمیدانن با شما براشان ترجمه میکنه با زبان روسی. امروز اکثر جوانای ما دعوا میکنن که ما مسلمان هستیم اما از احکام اسلام و از رکنهای اساسی ایمان خیلی دورند. یک من مسلمانم یک من مؤمن هستم به این ایمان اسلام کفایت نمیکنه بچم. مؤمن کره میگوین و مسلمان کره میگوین.
پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث جبرئیل امین که به خاطر تعلیم ما و شما حضرت نزدش آمدن به صورت انسان سوال کردن، ایمان پیغمبر برای ما معلوم کردن. خوب گوش اندازه ایمان چیست. خوب یک از شما رو میپرسه که شما مسلمان هسته، ایمان شما چند رکن دارد؟ رکن اساسی ایمان این ایمان به خداست. آمنت بالله. سالهای قدیم اکثر مردم چی مرد و چی زن آمنت بالله رو میدانستند. امروز خیلی کم مردم ما آمنت بالله رو میدانند. حالا از این جوانایی که در اینجا هسته چند تا اگر من سوالی علاحده کنم آمنت بالله را اگر گوی شاید نمیدانید ها. خوب این مصیبت برای همه است. سببش بی‌پرواگی پدر و مادرها بود، سببش تشویقات نادرستی حکومتدارای زمان شوروی و این زمان امروزه بود. بنابر اکثر جوانا از این احکام های اساسی دینیشان دور شدن. بنابر جبرئیل امین از رسول اکرم صلوات ربی و سلامه علیه پرسید که یا رسول الله اخبرنی عن الایمان، به من گو که ایمان چیست. بازم بچه ها تاکید میکنن تا اگر شما این 6 رکن ایمان ندانه، به اینها ایمان و عقیده استوار نداشته باشه، مسلمان نمیشوید. تاجیک بودن معنای مسلمان بودن نداره، ازبک بودن معنای مسلمان بودن نداره. مسلمان کیست؟ ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله. ایمان 6 رکن دارد، یعنی تاجیکی گویم ایمان 6 ستون دارد. این بینای زیبای ایمان بالای این 6 ستون استوار است. ستون اول ایمان این ایمان به خداست. هر کدام ما و شما باید عقیده داشته باشیم که این عالم با همه بزرگی هاش، با همه کائنات و کهکشان هاش، با همه زمین فایدنی هاش، با بحرها و آکیانها و با دریاهاش، با این جنگلزارهایی که اطراف شما احاطه شد، همش خالقش الله هست، آفریدگارش الله هست رب العالمین. ما باید به این عقیده داشته باشیم. در این عالم هیچ چیزی نیست که آفریننده او خدا نباشد. والله خلقکم و ما تعملون. ما را آفریدگار من الله هست و هر چیزی که شما و ما میسازیم او را هم آفریدگارش الله هست. اگر خدا این استعداد به من و شما نتید، نمیتونیم اون چیز ساخت. از این سبب رکن اساسی ایمان این ایمان به وجود خداست. شما همین عقیده رو داشته باش عزیزان من که این عالم رولش در دست خداست، این عالم مؤثرش خداست، این عالم پیدا کنندش خداست. هرچی او خواهد همون می شود، در اختیار من شما نیست. خدا هست که یکی را پادشاه میکند یکی را گدا. خدا هست که یکی را ثروتمند میکند یکی را محتاج. خدا هست که یکی را زیرک و دانا میکنه یکی را نادان. همش خداست. بنابر اول عقیده باید همین داشته باشیم. خداوند با همه نامهاش که 99 نام دارد پروردگار، همش ما ایمان داریم. با همه صفاتهاش ما به خدا ایمان داریم. آمنت بالله کما هو باسمائه و صفات. در 4 کتاب بیچاره مولای خریم نوشتن. بنابراین این یکم عقیدهش همین است. در یادتان گیره بشه همینه. البته تفصیلات این زیاد است، با فرصت در هر محفل گفتن میگیرن. دوم رکن ایمان، ایمان آوردن به ملائکه های الهی است. این وقتا این موضوع من بسیارتر بازگشتم به خاطر آن است که اکثر جوانا رو میپرسیدین
میگفتن تو درباره وجود فرشته یا ملائکه باور داری؟ میگفتن چی از ملائکه شما؟ خب این شوخی ندارد عزیزان من. اگر کسی ملائکه را انکار کنه که ما تاجیکی و فرشته میگیم وای کافره. زیرا خداوند در قرآن انکار کننده ملائکه ها را کافر گفته است. ملائکه ها چی؟ قوه های مسلح الهی هستند. هر حکومت برای خود قوه مسلح دارد، با قوه های مسلحش افتخار دارد، مانند این خدا که پادشاه تمام کائنات است، او هم قوه های مسلح دارد، نامش فرشته است. هر کدام اونها به خود وظیفه های مسئول دارند. بعضش پاسبان من و شماست. هر کدام شما بعض روایات 4، بعض روایات 8 پاسبان داره. خداوند برای ما بندگانش که ناشکری، ناسپاسی، این خدا را کفران میکنیم، بعضی حالت نمیشناسیم شه، بعضی حالت آشکارا مقابلش کار میکنیم، باز برای ما پاسبان ها معین کردگی است. له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. خدا میگه من برای هر کدام شما پاسبان ها موندم، 4 تا از این جانب، 2 تا از این جانب، 2 دست به دست. اینها ما را از زیان جن ها محافظت میکنن. جن گفتگی مخلوقی است که او خیلی زیان ضرر رسان است. ببین کسانی که سری روحی مبتلا میشن، ببین یک انسانی زیبا هستند در کوچه ها خواه میرن دیگر، یک انسانی خوشرو است در راه میغلطه، خوش دیگه نمیتون نظارت کن و یه جن مبتلا شدگار میگن. ان از همون زیان جن ها خداوند ما و شما رو محافظت میکنه به سبب همین پاسبان ها ما. اگرچه ما اونو نمیبینیم، ندیدن معنای نبودن نداره. بچه های خوشرو شاید گویه که کنی همون فرشته یا کنی همون ملائکه ها، آخه بسیار چیزی که در این عالم او رو دیده نمیشه و اما وجودش هست. مثلا من هر کدام شما عقل داره، عقل تانو دیده میتونه؟ کدام تا میگویه که من عقل ندارم؟ یا هر کدام ما و شما روح داریم در بدن ما، سبب حیات ما است، او رو به چشم دیده میتونیم اما دیده نمیتونیم. این معنا نداره ندیدنی به چشم که او وجود نداشته باشد. بنابر خداوند ملائکه هاش برای ما پاسبان آفریده است. بعضی اونها کراما کاتبین و این علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. 2 ملائکه پاسبانند برای ما، 2 ملائکه نویسندگان اعمال ما هستند که هر کاری که میکنیم اونها خلاصه اینها قوه های مسلح خداوند هستن. باران میبیارن، برف میبیارن، زمین جنبی ها رو میکنن، طوفان ها رو میبیارن. خلاصه هر چیزی که در این عالم میشود با دست این ملائکه های الهی میشود. بنابر ما باید به این ایمان داشته باشیم. فقط دانه که ملائکه ها را نه مرد گفته میشود نه زن. اونها از جنس مرد و زن نیستند. اونها احتیاجی به خوردن و آشامیدن ندارن، اونها احتیاجی به آیلی گرفتن و نفقه برآمدن ندارن. اونها همیشه در خدمت پروردگار هستند، اجرا کنندگان فرمان الهی هستند. اونها آنقدر قوه هم دارن که جبرئیل امین خداوند 500 قنات دادگی است که به یک قناتش کره زمینی ما رو میتونه چپه کنه. رسول اکرم در حدیث صحیح بیان میکنه. بنابر ما باید به این ایمان داشته باشیم. خب روزی که چشم پوشیدیم، حضرت عزرائیل برای قبض روح آمد. خواه در کدام حالتی که قبض روح میشه، خواه در صدمه اتومبیلی است، خواهی که با زدن دیگرها هست، خواه دریا رفت، آن وقت ملائکه که به پرده است پیش چشم کشاده شد و میبینیم وجود ملائکه رو. او وقت با ایمان هم بیاریم دیگه فایده نمیکنه. بنابراین امروز ما باید ایمان بیاریم. ایمان امت اسلام ایمان به غیب است، یؤمنون بالغیب. ما هر چیزی که او رو نمیبینیم اما پیغمبر گفته است به او باور داریم، خدا بیان کرده در قرآن به او باور داریم. این ایمانی به غیب میگویم. بنابراین یکی از ایمانهایی که ما باید به او باور داشته باشیم این ایمان به وجود ملائکه ها هست. ملائکه ها لیکن به صورت بشر پیدا میشه. شاید من محفل ما ملائکه ها باشند به صورت انسان های زیبا
اونها پیدا میشه در محفل ها. ایمانی به ملائکه یک رکن اساسی ایمانه. بنابراین کسی گویه که من باور ندارم به این کافر است. او را نه نکاحش درست است، او را نه جنازش درست است، او را نه اگر بسم الله گفته ذبح کنه ذبحش حرام است، زیرا که یک رکن اساسی ایمان انکار کردو. بنابراین اینا رو خوب در یادتان گرفت. باز هم میگم ندیدنی اونها معنای نبودنی اونها را ندارد. روز قیامت که شد همتان میخیزه در پیشگاه خدا حاضر، آن روز با میبینیم ملائکه کیا هستند. سیوم رکن ایمان، ایمان آوردن به کتابهای الهی است. خداوند برای سعادت بشر کتاب فرستاد. از زمان حضرت 6 سر کرده به ادریس و به ابراهیم و به موسی و به عیسی و به داوود و به رسول اکرم صلوات ربی کتابهای الهی ده همش ده ایمان آوردن. اینم فرض است. خواه تورات است، خواه انجیل است، بیبلیه میگن، خواه قرآن است، خواه صحیفه دیگر است، همش ده ما ایمان داریم کتاب خداوندی است. ما همش احترام میکنیم. اگر یکی از این کتابها را کسی انکار کنه ویم کافر است. وقتی که در قزاقستان بودیم یک بای بچه قزاق، اونا از اسلام خیلی دورن، وقتی که رفتن ما را فهمیده خانه مهمان بودن گفتن من هم بایشان بینم آمد. ثانی وقتی چای خریده بعد سوال کرد بایشان گفت من حیران هستم که همین ملاهای ما گفت بعضی برادرای مسیحی را اروپایی را کافر میگن، اونا خیلی سخی هستن، من کمبغلا رو یاردم میکنن، جمعیت های خیریه رو یاردم میکنن، این و اینقدر میلیون یاردم میکنن، مسلمان ها کم چی خوبه کافر میشن و یا اونا با پیغمبرشان ایمان دارن. ساده من برای به همین صحبت کردم که یعنی ایمان آوردنی به کتاب های الهی هم مشت فرضه. مثلا ما همه کتاب های خدا رو باور داریم. برادرای مسیحی یا برادرای یهودی اونها به همه کتاب های خدا باور ندارن. مثلا اونها تورات ایمان دارن، یهودی ها کتاب خودشان مقدس میدانن، اما انجیل و قرآن قبول ندارن. مسیحی ها باشد انجیل ده ایمان دارن، احترام میکنن، قرآن ده ایمان ندارن. از همین سبب اونا رو خدا قرآن ده چی کافر میگوید. اگر ما هم مسلمان ها انجیل انکار کنیم گویم کتاب خدا نیست کافر میشیم. ما هم مسلمان ها تورات اگر قبول نکنیم کتاب خدا نیست کافر میشیم. بنابر مسلمان باید همه کتاب های الهی را ایمان داشته. بنابر کسی از شما پرسه که به کتاب مسیحی ها ایمان داره، گوی که آره ایمان داریم که انجیل کتاب خداست، خداوند برای حضرت عیسی علیه السلام فرستاد. فقط همین قدر است که حکم اونها، عمل کردن به اونها تمام شدگی است. خداوند کتابهای آسمانیش به تدریج فرستاد برای جامعه بشری اصلاحش، هدایتش. از همه کتابی که آخرین کنستوتسی گویم می شود امروز زمان قدی خدا فرستاد برای جامعه بشری، برای نیازهای انسانیت جواب گفتن، این قرآن است. این بعد از نزول قرآن انجیل هم احکامش بیکار شد، تورات هم بیکار شد، زبور هم بیکار شد، صحیفه هایی که پیشتر برای ادریس و شویا هم بیکار شدند. اما ما ایمان داریم، اونها رو احترام میکنیم، به اونها عمل کرده نمیشه. برای مثال مثلا میگم کنیستوت 30 ساله که 70 و 80 بود، بعدی وی کنیستوت نو قبول شد. به سبب قبول شدن کنیستوت نو او کنگی چی میشه؟ بیکار میشه، ارخیو میبرن میمونن، هیچ کس از او اداره ها استفاده نمیبرد. مانند همین است. قرآن هم آخرین کتاب است که خداونده که همون تورات و همون انجیل فرستاد، همین هم همون فرستاد. فقط این نیازهای جامعه بشری را از آیله داری سر کرده تا مملکت داری تا همشه خدا در وی برای ما جوابهاش داد. بنابر به همین عمل کردن ما را امر کرد. ما به قرآن عمل میکنیم اما بیبل ده عمل نمیکنیم، تورات ده عمل نمیکنیم، اما ایمان داریم کتاب خداوندی، احترامشان میکنیم، به حرمتی نمیکنیم شان. اینه برای و من گفتم شما همون مسیحیایی که رفیقتان هست، گفتم همون قزاقه، آنها پرسه که قرآن قبول دارن؟
بگو نه اونا قبول نمیکنن کتاب موسی. خوب قبول که نکنن برای همین خاطر همین کافر می. ما هم که کتاب رو قبول نکنیم کافر میشیم. حالا کاری میکنن پادشاه مصر پیش شده محمد عبده در آمده بوده است حیراتش میکنه پادشاه مصر مدراکی در پیش پادشاه هم پاپ یهودی ها شتیگ است و هم پاپ مسیحی ها هر سشت این کسان مدرا حیران میشه چیکار باشه میشینه با پادشاه مصر حکومتی مصر راهبرش محمد عبده رو میگه امام میگه من این رو نماینده یهودی ها این نماینده مسیحی ها شما نماینده مسلمان ها من میخوام شما اثبات کنه که کدام شما بهشتی هستی کدام شما جنت میره. خوبی محمد عبده امام میگه که خوب سردار من یهودی ها کس گپ زنن این دینشان دین پیشتر است کتابشان کتاب پیشتر است قدیمتر است گویا که اونا نمیگوین اول میگن شما گوی. خوب با این کسی میگه ما مسلمان ها گفته است عقیده من همین است اگر یهودی ها بهشتی باشن ما مسلمان ها حتما بهشتیم زیرا ما با پیغمبر اینا باور داریم به کتاب اینها باور داریم ما بهشتیم ما البته همراه اینها بهشتی هستیم. اگر مسیحی ها بهشتی باشن بهشت روان ما هم حتما بهشتی هستیم زیرا ما به عیسی هم ایمان داریم به بیبلش هم انجیل هم عیسی ایمان داریم. اگر ما مسلمان ها بهشتی باشیم ما که انشاءالله بهشتی هستیم بهشت از آن ماست اینا هر دوش گفته اینا بهشت نمیدراین زیرا که نه این به کتاب ما ایمان داره و پیغمبر ما نه اینش ایمان داره بهشت نمیدراین. برای یک رکن ایمان عزیزان من ایمان آوردن به همه کتاب هاست اینا فراموش نکنی خدا نگهتان داره همتان. خوب رکن دیگر ایمان آوردن به پیغمبران الهی است. این رکن چهارم ایمان است. آمن تو بالله و ملائکته و کتبه و رسوله ایمان آوردن به پیغمبران خدا. همه پیغمبرای خدا را شما دوست داره خواه حضرت آدم است خواه حضرت شیس است خواه نوح است خواه ادریس است چقدر پیغمبر گذشته شمارش معلوم نیست چقدر پیغمبر گذشته است از حضرت آدم از عصر اول تا امروز رسول اکرم شمارش برای ما انیق نیست اگرچه 124,000 است و از این 313 رسول است و بعضی روایات حدیث ها آمده است اما این قول معتمد نیست زیرا قرآن خدا میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک من پیغمبرای فرستادم که پیغمبر قصه او رو به تو من نگفتم از او خبر نداری. بنابر همین آیه مبارکه پیغمبرها رو عددش معلوم ما ایمان داریم به همه پیغمبرای خدا خواه او پیغمبر مسیحی است حضرت عیسی خواه او پیغمبر یهودی است حضرت موسی یا او پیغمبر بودی هاست کدامش کی باشه اگر پیغمبر باشه ما به همش ایمان داریم. اینم باید فراموش نکنیم. اگر یکی از پیغمبرها رو شما انکار کنه مثل که اونها نفرت دارن به پیغمبر ما. ببینید سال اروپا ده چی کریکاتوره ها در حق رسول اکرم کردن این آفتاب نازنین اسلام چی تحقیرها کردن دبا کافرن. اگر ما هم پیغمبر اونها رو این تو به احترام کنیم خواه عیسی رو خواه موسی رو ما هم کافر میشیم. بنابر او به آدابیه که اونها میکنن در حق پیغمبرها یا سخنی به آدابانه که در حق پیغمبر ما میگویند شما مثل اونها جواب نگردانه در حق پیغمبرشان زیرا پیغمبری و یا پیغمبری ماست عزیزان من. بنابر اینو فراموش نکنید که ایمان آوردن به همه پیغمبران الهی که اونها برگزیدگان الهی هستند اونها نماینده خداوند در روی زمین برای سعادت بشرند برای نجات بشرند برای راه نشاندهی آمدگیان ما به همش ایمان داریم که اول چون حضرت نوح هست آدم ثانی پیغمبر مرسل آخرین پیغمبرها رسول اکرم آفتاب تابان رسالت صلوات ربی و سلامه علیه محمد ابن عبدالله. شما اینو فراموش نکنید اینو باید هر مسلمان داند. دیگر رکن ایمان مختصر کرده میگه این ایمانی به زنده شدن بعد از مرگ است. روز قیامت
آمده نیست. این دنیا با همه پیشروی‌هاش، با همه ترقیاتش، با همه فتح کائناتش، با همه این خانه های 100 قبطه و 500 قبطش روز فنا می شود، روزی از بین می رود. اینها در پیشگاه قدرت خدا ذره ایستادگی کرده نمیتونن. شما اگر طوفان تسونامی رو دیده باشه در تلویزیون‌ها، ببین خداوند که فرمان داد ایروپورت ها هم ششته برد و سمالیات ها هم ششته برد و یگان تش نتانستن پیش راش گیرن، حالا که یک ذره بود. طرفت العین جهان بر هم زند، کس نمی داند که آنجا دم زند. در 8 بشن 9 بل زمین جنبی ها شهرها خراب می شوند. اگر 80 بل شود چی؟ همون خدایی که 8 بل جنباندن زمین در قدرت دارد، همون خدا 80 بل جنباندن هم قدرت دارد. چی می شود او وقت؟ انا روز قیامت میگن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان زلزله الساعه شیء عظیم. اون روز قیامت است، یعنی زنده شدن بعد از مرگ. اینم یک رکن پنجم ایمانه. کسی این کار کنه که این دنیا همین است، مردی نابود شده میری. حالا بعضی تاجیکای ما احمقا میگفتین چون گذشته زنده نمیشن و با ما زنده میشدیم. زنده شدن عمومی است. اگر اونا زنده میشدن تو هیچ محل دیگر نه کار دنیا میکردی، شب و روز در مسجد بودی. زنده شدن بعد میشود. این دنیا که همه تمام شد بس سوری زنده شدن، بعد اون وقت زنده میشویم. این دنیا جای عمل است. خداوند ما و شما را عقل داد، استعداد داد، تن صحت داد، شرایط زندگی رو در بیرون برامون مهیا کرد. کار میکنیم، خانه میکنیم، زندگی ما پیش میبریم. برای سعادت و هدایت ما پیغمبر فرستاد. پیغمبر از بین رفت، بعد از پیغمبر جای نشینای پیغمبر علماها وظیفه دار هستند. راه پیغمبر ادامتیان و نشانتیان. من الحمدلله ملا عاشور و دیگر ماها در این دنیا کار میکنیم، بندگی خدا میکنیم، در این دنیا پاکیزگی میکنیم، پگه پاداش در آخرت میگیریم. یعنی دنیا دار عمل است. دنیا در خداوند همه را آزادی مطلق دادگی است. ببینید هیچ کدام شما رو ما کلتک گرفته در سرتان نمیزنیم که نماز خونی. آزادی مطلق است. میفهمانیم تا خواه این راه راست، راه سعادت جنت، این راه بدبختی و زلالت و دوزخ. ما میفهمانیم کسی که در این دنیا به راه پیغمبر رفت، به راه سعادت و نجات رفت، به راه نشان دادنی علما رفت، خدا خواهند دنیا ده زندگیش هم خوب، اگر بعد از مرگ بستان سرای جنت در راحت دارد. کسی که در این دنیا پیروی از شیطان کرد و به گفت علما نرفت، از قفای شهوت رفت، از قفای شیطان رفت، او تا وقتی مرگش آزاد است. کسی او رو دسترش به کلتک نمیزند. اما همون روز که وفات کرد، جان از بدنش برآمد، جزای اعمالش میبینه. آخرت جزای اعمال است، پاداش اعمال است. کارهایی کردگی در این دنیا ما پاداش در پیشگاه خدا میبینیم. خوب کرده باشیم، پاداشش جنت جاودانی است. جنتی که جوانیش پیری نداره، شادیش غم نداره، خرسندیش ماتم نداره، حیاتش مرگ. جنت این تو رنج کشی های شما نیست دیگر. جنت در سحر تا بگاهی مشقت کشیدن و گوش نموندن نیست. در جنت دیگر نه کار است و نه طهارت است و نه غسلی از جنابت است و نه نماز است. اونجا فقط راحت است. کمترین اهل جنت 2000 سالینه مسافه زمین ده پادشاهی دارد. بستان سراها، قصرهای زیبا، خانمهای زیبا. یا الله، احتیاجی به کار نیست که ایزید از برای دوستانش، به صالح با دیانت مؤمنانش، به جنت قصرها کرده است و پیدا. از آن قصر است 300 در هویدا. زهر در مصطفی را کس ببیند، بر روی تختی مسندها نشیند. یا الله، جنت ما صفات در صحبت‌های زیادم کردگی هستیم با انشاءالله معشور برای شما. خلاصه جای راحت اونجاست.
اما کسانی که در این دنیا فقط نافرمانی خدا کردن، نمازاشان نخواندن، بچهای خوشرو بازم میگن نمازکاتو نخوانه، فقط پشیمان بشه، پشیمانی فایده تا نمیکنه. این دنیا شما اونقدر راحت نداره، اونقدر معیشت نداره که به این مغرور شده آخرتان از دست این. نمازاتان خانه امکانیت نشد جمع کرده خانه، امکانیت نشد خضایی کرده خانه، اما ترک نکنه، حرکت کنه نمازاتان در وقتش خانه، پاداش این فقط جنت است. اما اگر رفت و نکرده، همین دنیا 2 روز غنیمت است، گویان معیشت، عرق نوشی، زنک بازی، نشمندی و گراین کشی، دزدی و فریبگری، به نمازی، پگه عذاب جانکاه دوزخ برای ما و شماست. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. عمر خیام میگه گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، عزیز من میگه اگر فقط معیشت پرستی کنی، شهوت رانی کنی، از قفای شیطان روی، گپ علماها را نگیری، گپ خدا و پیغمبر را نگیری، گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که به نوا خواهی رفت. دستی خالی میری، در این تابوته که سوار شده به قبرستان میبری، توشه باید برد. و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، توشه آخرت پرهیزگاری و پاکیزگی است. دستی خالی، من همیشه شما دستی خالی بسیارت خانه ها تا رفتن شرم داره، به خاطر همین بسیارت نمیره. چگونه سفری آخرت پیشگاه خدا دستی خالی میره؟ توشه آخرت ایمان به خداست، 5 وقت نماز است، رمضان مبارک است، پاکیزگی و دوری از معصیت است. خیام اوی میگه اگر فقط گپ شیطان و شهوت گرفتی، از من خبرت که به نوا خواهی رفت. بینگر چی کسی و از کجا آمده ای، میدان که چی میکنی کجا خواهی رفت. عزیز من یک بار چشم کشا خود کی هستی و از کجا آمدی، تو را کی آورد؟ عزیزان من شما را کی آورد؟ او 2 قطره آب کی انسان کرد؟ او 2 قطره آب کی در رحم مادر جان داد؟ او 2 قطره آب کی چشم زیبا و گوش شنوا داد؟ یک بار اندیشه کردی؟ بینگر چی کسی، تو خودت کی هستی؟ از کجا آمدی، تو را کی آورد؟ آخر بعد کجا میری؟ یا این بار اندیشش هم کن. هر شخص باید مسلمان همیشه این سوال خوشتیه که من کی هستم، از کجا آمدم، کی من آورد، برای چی آمدم و کجا میرم. این سوال باید تیاد. کجا میری؟ ان همان روز قیامت هست، ان همان روز رستاخیز است. بنابر کوشش کنه بچه های خوش رو کارم کنه. بازم میگیم این کاری که شما میکنه به خاطر نفقی خاندان تا این عبادت هست. مکتب خانه دانشگاه ها تحصیل کنه، بچه ها تا هر مونه خانن، اما بندگی خدا رم کنه برای خاطر آخرت تان، برای خاطر آبادی آخرت تان. عاقل اینه میگن. عاقل کسی رو میگن که هم دنیاش آباد میکنه با خانه های زیبا کردن، با لباس خوشرو پوشیدن، با ماشین های زیبا سوار شدن، البته از وجه حلال باشد میکنه، هم آخرت آباد میکنه برای سفری بعد از مرگش. این دنیا 40 سال و 50 ساله، همت ببینه رفیقاتان برده در خاک مونده ایستاده. هر کدام شما هم کرساتان و هم سینفاتان و هم سالاتان چندتش به قبرستان برده گسته، آخرش همه شمین است. باید اونجا هم آباد کرد. آبادی او با طاعت و بندگی خدا میشه. انا 6م رکن ایمان عزیزم ایمان به تقدیر است. یعنی باید بنده مومن ایمان داشته باشد والقدر خیره و شره من الله. هرچی در این عالم میشود، هرچی در حیات شخصی ما، عائلوی ما، محلداری ما، جامعه داری ما شود، همش تقدیر نوشته خدا هست. به قضای الهی چیزی نمی شود. من شما هم در اینجا که مسافر هسته، قضای الهی تقدیر الهی نوشتش دیگه است. شما هم بعضیات کار میابه راحت داره، بعضی رنج میکشه کار نمیابه، این هم قضای الهی است، از تقدیر خدا بیرون نیست.
بنابر کسی را خداوند ریش فراخ کرده است میبی اندک چیز قدی کاری بسیار میابه، پولی بسیار میبی گشته برفت. کسی را خداوند ریش تنگ کرده است در رحم مادر، میگرده روزی دراز کار نمیابه، رنج و زحمت میکشه گشته میروه. بنابراین قضای الهی، ما باید به این ایمان داشته باشیم. کسانی میگن که انسان تقدیر سازی خودش است، هر انسان تقدیرش در دست خودش است و این نامعقول کرده است. اگر هر انسان تقدیرش در دست خودش باشه کنی میخواستگی کارتان شود، تقدیر در دست خودت باشه کنی پادشاه شو، کنی ثروتمند شو، تقدیر در دست خود باشه کنی بیمار نشو، خودت خبر نداری، نیمی بدون درون علت میگیره خبر نمیشی. معلوم شد تو در دست خودت نیستی، تو در اختیار خودت نیستی، تو از دیگر جا کنترل میشوی. این تقدیر میگن. ایمان آوردنی به تقدیر هم رکن ششم ایمان است. کسی گوی تقدیر نیست دروغ است، نعوذ بالله، و هم کافر استیم. حافظ بزرگوار میگد رضا به داده بده، رضا به داده بده و از جبین گره بکشای. عزیزی من چیز خدا داده است به وی راضی شو، قواقات بسیار نگیران، بسیار فکر نکن، خود عذاب نته. رضا به داده بده و از جبین گره بکشای که بر من